بعد از آن امام بخاری گفتن که وقال ابراهیم، در بعضی نسخه ها وقال الخلیل ابراهیم علیه الصلاة والسلام، ابراهیم خلیل علیه السلام پیغمبر الله تعالی که در مرتبه بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم می ایستند، گفتند که ولکن لیطمئن قلبی، یعنی این آیت از سوره بقره هست، لیکن تا اینکه دلم آرام گیرد. ترجمه تحت اللفظی آن. حضرت ابراهیم علیه السلام روزه گفتند که ربی ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگارا برای من نشان ده تو چگونه مرده ها را زنده میکنی. بعد الله تعالی گفت که اولم تؤمن، مگر تو ایمان نداری که من مرده ها را زنده میکنم؟ حضرت ابراهیم گفتند که بله ولکن لیطمئن قلبی، بله ایمان دارم لیکن تا اینکه قلبم آرام گیرد. حضرت سعید ابن جبیر شاگرد ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر کرده گفتند که ولکن لیطمئن قلبی، منظور و مراد ابراهیم علیه السلام تا اینکه ایمانم زیاد شود. الله تعالی گفت که مگر ایمان نداری؟ گفتند که بله ایمان دارم ولیکن تا اینکه ایمانم زیاد شود. این دلالت میکند که ایمان زیاد میشود و کم میشود. بعد از آن الله سبحانه و تعالی به حضرت ابراهیم امر کرد که 4 پرنده را گیرند و سری آنها را ببرند و گوشت و پوست و پای و قنات و پتی آنها را به هم دیگر آمیخته کرده به 4 طبق گذارند و به 4 طرف کوه بمانند. و الله تعالی گفت که ثم ادعهن یأتینک سعیا، پس از آن آنها را به نزدت فریاد کن، آنها به نزد تو شتابان می آیند. حضرت ابراهیم علیه السلام همین گونه کردند و 4 سری مرغ ها در سرشان بود و آن پرنده ها را به نزدشان فریاد کردند که 4 پرنده گوشت و پوست و استخوان و پای و همش به هم دیگر جمع شده، از آن هر یک پرنده به خود جمع می شد و به نزد ابراهیم علیه السلام پرنده های بی سر دوام شتابیده آمده ایستاد. و حضرت ابراهیم سر را می گرفتند و به تن یا مرغ میمونه، اگر سر موافقت نکند به تن نمی چسبید. وقتی که اگر تن خودش را یافته با آن نزدیک کنند می چسبید و به دانخوری شروع می کرد. همین گونه الله سبحانه و تعالی به حضرت ابراهیم یعنی مرده ها را زنده کرده نشان داد. و اینجا ابراهیم علیه السلام در قرارت قلبشان ایمان داشتند که الله تعالی مرده ها را زنده می کند. یعنی این علم یقین است، علم یقین داشتند، انیق می دانستند که الله تعالی مرده ها را زنده می کند. اکنون رأی العین با چشمشان دیدن. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لیس الخبر کالمعاینه، خبر مانند دیدن نیست. گفتن یعنی شنیدن مانند دیدن نیست. در مسند احمد آمده است از حدیث عبدالله ابن عباس، حدیث صحیح است. واقعا وقتی که انسان با چشم میبیند ایمان او دیگر است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر شما آن چیزی که من دیدم میدیدید کمتر خنده میکردید، بسیارتر گریه میکردید، به بلندی ها برآمده از الله تعالی زاری و التجا میکردید، شما چرا دیدید یا رسول الله؟ گفتند که رأیت الجنة و النار، من جنت و دوزخ را دیدم. یعنی اون شخصی که دید است ایمان او زیادتر است. بنابراین اگر شما هم میدیدید یعنی کمتر خنده کرده، بسیارتر گریه میکردید. پیامبر صلی الله علیه و سلم که دیدند ایمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم و تقوای پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر بود و این دلالت میکند که ایمان زیاد میشود و کم میشود، ایمان همه برابر نیست.